خیلی مخلصم. خوش اومدیم به جلسه سوم دوره جنگو. خیلی سریع با هم دیگه پیش بریم. خب من یه دونه فایل ساختم اینجا، کدایی که نیاز داریم واسه پروژه بلاگمون که بخوایم انجامش بدیم و گذاشتم برای اینکه خیلی سریع پیش بریم. فقط من توضیح بدم که بتونیم این تعهد هر جلسه 5 دقیقه رو با هم دیگه داشته باشیم. خب کد اولی که داریم کدیه که میاد محیط مجازی ما رو فعال میکنه. محیط مجازی ما که فعال شد، الان نیاز داریم که خب ما تو جلسه پیش پروژه رو ساختیم، الان نیاز داریم که بیایم و یک اپ بسازیم. از این دستور پایتون manage.py استارت اپ و اسم اون اپی که میخوایم بسازیم رو میزنیم. اینجا اپ ما ساخته میشه. اولین کاری که بعد از ساختن اپ باید انجام بدیم اینه که بریم تو فایل اصلی پروژه جنگو، قسمت ستینگ، یه قسمت داره installed apps، بیایم و اپی که خودمون داریم رو وارد کنیم. حالا واسه تمیزی کار من اینجا یه هشتگ میذارم که معلوم باشه چه اپایی خودم وارد کردم. خب الان اپ ما وارد پروژه شد. ببین ما 4 تا فایل اساسی داریم: models.py، views.py، urls و templates. مدل برای چیه؟ مدل های ما که اینجا میبینید مدل برای اون جدول دیتابیسه، یعنی ما یه سری دیتا هایی داریم که وارد وبسایتمون میخوایم بکنیم. این دیتا ها رو میایم با یه سری مشخصات، مثلا حالا تایتل، اون کانتنتش، زمانی که ساخته میشه و اینم دف استیار، در واقع اون اسمیه که به صورت کلی اون مدل ما میگیره که حالا تو صفحه ادمین میتونیم ببینیمش یا داخل صفحه خود اصلی وبسایت که داریم فراخونیش میکنیم یه تایتل مثلا حالا به اسم تایتلش دیده میشه. وقتی که ما مدل مثال یکی از این پست هامون رو فراخ میخونیم با این اسم میاد. حالا ما میر وارد اپ میشیم. اپ ما فایل models.py رو داره، views.py رو داره، urls و templates رو باید خودمون بسازیم. این جلسه ما میخوایم مدل ها رو بسازیم. این مدل رو از اینجا کپی میکنیم، میایم اینجا پیستش میکنیم. خب اوکی، سیف. حالا من یه توضیح بدم. ببین ما یه کلاسی داریم، کلاس پست، مدل پست. خب همونطوری که حالا تو پایتون باید یاد گرفته باشین، کلاس ها اسمشون حرف اولش با پی بزرگ نمایش داده میشه. بعد اینکه جونم برات بگه که ارثبری میکنه از models.model. این یه چیزیه که داخل همه مدل های جنگویی هست، باید همیشه ارثبری کنی از مدل که به هر حال اون چیز خاص رو داشته باشه. ما یه تایتل معرفی کردیم، باز از مدلز چرفیلد استفاده میکنیم. چرفیلد همون کرکتره. ما میایم مثلا میگیم مکس لنس 200، یعنی ما تا 200 کرکتر میتونیم واسه این پست خودمون عنوان بنویسیم. حالا این عنوان کلمه، عدد، هر چیزی میتونه باشه ولی تا محدودیت 200 کاراکتر. بعد دوباره مدلز تکست فیلد داریم. تکست فیلد دیگه محدودیت کاراکتری نداره. خب ما هر چقدر که بخوایم میتونیم وارد کنیم. حالا ما اینجا مثال اولیه‌مون یه بلاگه که خب حالا ساده تر باشه ولی بعداً اینا جای دیگه هم استفاده میشه. و created at یعنی اون زمانی که ساخته میشه از models date time field استفاده میکنیم که auto now addش هم true میکنیم، یعنی زمانی که این مدل رو میزنیم که ساخته شه همون لحظه تایم حالا اون سرور ما، اون سیستم ما ثبت میشه برای اون مدل. اینجا هم که چیز کردیم نوشتیم، اینو سیوش میکنیم، میایم اینجا از دستور پایتون manage.py make migrations استفاده میکنیم. میبینید مدل post create، بعد پایتون manage.py migrate و تمام. مدل ما ساخته شد. لایک و کامنت فراموشتون نشه. این جلسه رو کامل در نظر داشته باشین. کدای فایل اولی رو یاد بگیرین. تا جلسه بعدی میبینمتون.